موضوع امروزه درسی ما ترکیب شیمیایی حجره. ترکیب شیمیایی حجره ماده هایی که در ترکیب حجره جای گیرن و دو گروه جدا میشن، ماده های ارگانیکی و ماده های غیر ارگانیکی. برای چی ماده های ارگانیکی میگن؟ این ماده ها میباشن که اصلا در ارگانیسم زنده حاصل میشن، در حجره زنده حاصل میشن و در آنجا وا میخورن. و ماده غیر ارگانیکی به جز ارگانیسم زنده اینچنین در طبیعت غیر زنده نیست وا میخورن. اما ماده های ارگانیکی باشد تنها در ترکیب ارگانیسم زنده دیده میشه، اصلا در ترکیب حجره ارگانیسم زنده. اینها جدا میشن با کدام گروه ها؟ یعنی کدام ماده های ارگانیکی رو ما میدونیم؟ یکم کیسلوت نوکلئینات، کیسلوت های نوکلئینات، دوم سفیده ها، کیسلوت های نوکلئینات، سفیده ها، کربوهیدرات ها و چرب ها یا افیر ها، کربوهیدرات ها و چرب ها. و ببینید که کیسلوت های نوکلئینات این پلیمر بیولوژی است. پلیمر بیولوژی مونومرشون چی میشن؟ نوکلئوتید ها. نوکلئوتید. کیسلوت های نوکلئینات از نوکلئوتید ساخته شده است. سفیده از امینو کیسلوتا، کربوهیدرات ها باشند. کربوهیدرات ها از مونوساکارید ها، مونوساکارید گلوکوز اصلا پنج شده، مونوساکارید ها و چرب ها باشند از گلیسرین و کیسلوت های اولی چربی. ببین گلیسرین و کیسلوت های اولی چربی پیوست شد. کیسلوت اولی چربی و گلیسرین پیوست چی رسول میکنن؟ چرب رسول میکنن. این بود مونومر چی؟ مونومر چرب ها. و ماده های غیر ارگانیکی باشد اصلا چی است؟ آب و نمک های مینرالی. بعد فایز ماده های ارگانیکی در حجره 20-30 فایز است، یعنی کمتر است. اما در غیر ارگانیکی باشد 70-80 فایز رو چی میکنند؟ تشکیل میکنند. ما در میباریم چرا کیسلوت های نوکلئینات رو. ببینید که برای چی کیسلوت های نوکلئینات میگن؟ کیسلوت سبب کیسلوت نام گرفتن این ماده ها در اون است که در ترکیبشون باقی مانده کیسلوت های فسفات میشدن. کیسلوت های فسفات، این باقی مانده کیسلوت های فسفات و سبب نوکلئینات کیسلوت معلوم که در ترکیبشون باقی مانده کیسلوت های فسفات دارن. نوکلئینات این نوکلئوس از لاتینی چی میشود؟ یادرو. یعنی این ماده ها رو این کیسلوت ها رو بار اول در کجا یافتن؟ در ترکیب یادرو. در ترکیب یادرو اصلا یادرو در یادروی چی؟ بسیار سوال میشه. در یادروی لیکوسیت ها. یعنی در ترکیب بار اول کیسلوت های نوکلئینات رو در ترکیب یادروی لیکوسیت حجره خونن. در ترکیب یادروی لیکوسیت های خون اولیم شویتزاریگی میشه سال 1868. سال 1868 چیکار کرده است؟ معاین کرده است، یعنی کشف کرده که این کیسلوت ها رو اولی میشر از شویتزاریا سال 1868 میباشد. ما داریم سترکتورا. سترکتورا یا چی میگم؟ یا مدل یعنی سترکتورا کیسلوت نوکلئینات رو بار اول دولیم در یک جایگی سال 1953 اولیمون اوتسون، این اولیم امریکایی است و واتسون و
کریکش علمی انگلیس است. واتسون و کریک در یک جدی سال 1953 استرکتور کیسلات نوکلئینات را معین کردند و در اینجا دیده برآمدند که KDN این مدلی که در هر کجا میبینید که این چی است؟ KDN کیسلات دزوکسیریبونوکلئینات، یعنی دو سپیرال است. دیدین چی دو زنجیره از دو سپیرال یا زنجیر. بار اول علمانی که معین کردن که KDN دو سپیرال است این واتسون و کریک می باشند سال 1953 و KRN باشند. KRN این چی؟ KRN کیسلات ریبونوکلئینات اصلا چند توره است، یک توره یا یک سپیرال یا اینکه یک زنجیره میگه و نگفته نماند که KRN دو سپیرال دیده میشود. بله یعنی در بعضی چی ویروس یعنی در بعضی ویروس ها شما چی رو دیده میتوانید؟ در بعضی ویروس ها شما KRN دو سپیرال رو دیده میتوانید. KDN و KRN و استرکتور آنها. حالا ما دو تیپی کیسلات نوکلئینات رو از هم دیگر فرق میکنیم. یعنی چی؟ تیپ یکم این کیسلات دزوکسیریبونوکلئینات، کیسلات دزوکسیریبونوکلئینات و کیسلات ریبونوکلئینات. کیسلات دزوکسیریبونوکلئینات و کیسلات چی؟ ریبونوکلئینات. چه خیلی که ما گفتیم مونومر کیسلات نوکلئینات مونومرشون چی میباشد؟ مونومرشون نوکلئوتید. مونومر KDN هم نوکلئوتید. مونومر KRN هم چی است؟ نوکلئوتید. ما را اشاره کنیم این چی است؟ نوکلئوتید مونومر کیسلات نوکلئینات نوکلئوتید. ترکیب نوکلئوتید را اگر ببینید عبارت است از نوکلئوزید و باقی مانده کیسلات فسفات. نوکلئوزید و باقی مانده کیسلات فسفات. ببینید ترکیب نوکلئوتید در دست است. باقی مانده کیسلات فسفات H2O4 و نوکلئوزید و ترکیب این نوکلئوتید هم اگر ببینید از KRN هم این هم چنین است. یعنی دارد نوکلئوزید و باقی مانده کیسلات چی؟ فسفات. و ترکیب نوکلئوتید را اگر ببینید ترکیب نوکلئوتید از دو ماده عبارت است. اساسهای نیتروگنی و قند 5 اتمی دزوکسیریبوزا. دقت کنید قند 5 اتمی چی؟ دزوکسیریبوزا. و اساسهای نیتروگنی اگر اساسهای نیتروگنیش رو بینید به دو گروه جدا میشود. اساسهای پورینی و اساسهای پریمیدینی. و اساسهای پورینی داخل میشوند یعنی آدنین. در بسیار حالات چی اشاره میکنن؟ حرفی رو میبینید شما. اساسهای نیتروگنی آدنین و گوانین. اشاره میکنه چی؟ کلمه آدنین گوانین. و اساسهای پریمیدینی باشد
تیمین بسیار اشاره میکنن چی؟ ت تیمین و ادنگو تیمین و سیتوزین سیتوزین اشاره میکنن چی؟ س ادنین گوانین پورینی تیمین سیتوزین اساسه چی؟ پریمیدینی و قندش گفتیم چی؟ دزوکسیریبوزا ببینید که ما چی رو دمی بریم الان نوکلیوتیدی ترکیب کیری نوکلیوزید HCP4 و ترکیب نوکلیوزید قرار داره چی؟ اساس های نیتروگنی و قند 5 اتمی ریبوزا ببینید که در کدن دزوکسیریبوزا بود در کیری چی؟ ریبوزا کیسلوت ریبونوکلئینات یعنی ریبوزا داره کیسلوتایی که کیسلوت دزوکسیریبونوکلئینات دزوکسیریبوزا داره برای همین میگن اساسای نیتروگنی با دو گروه جدا میشه پورینی و پریمیدینی و پورینی داخل میشه ادنین گوانین اینجا را هم پورینی ادنین اشاره میکنیم چی؟ ادنین گوانین اشاره میکنیم چی؟ گ و دقت پریمیدینی را تیمین سیتوزین بود که در کدن در کرن دقت که اساس نیتروگنی تیمین دیده نمی شود با جای تیمین چی میبینید؟ اوراتسیل یعنی با جای ت چی اومد؟ اوراتسیل و اوراتسیل و سیتوزین یعنی سیتوزین چی؟ اس سیتوزین ببینید که در کجا ما فرقیت ها رو دیدیم یکم کمی پیشتر دیدیم که کدن دو سپیرالا و کیرین یک سپیرالا بعد ترکیب قند را دیدیم دزوکسیریبوزا در کدن در کیرین باشد قند چی؟ ریبوزا اساس نیتروگنی ما داریم عمومی و فرق کننده یعنی خاص بگیم عمومی ادنین گوانین سیتوزین AGC ادنین گوانین سیتوزین AGC برای هر دویشون عمومی است هم در کدن هم در کیرین ادنین گوانین سیتوزین دیده میتوانید اما فرقیت یعنی خاصی کدن این تیمین است خاصی کیرین باشد این چی است؟ این اوراتسیل است اوراتسیل در کیسلات نوکلئینات دونستن دو قاعده حتمی است پرینسیپ کامپلمنتری و قاعده چرگاف پیش از فهمیدن پرینسیپ کامپلمنتری حالا در اصل این کیسلات نوکلئینات تصویر یافته است ببینید که این اساس نیتروگنی ادنین پیوست می شود با قند 5 اتمی دزوکسیریبوزا اساس نیتروگنی ادنین پیوست می شود با قند 5 اتمی دزوکسیریبوزا و در اینجا گوانین قند 5 اتمی دزوکسیریبوزا خط پیوست می شود ببینید تیمین قند 5 اتمی دزوکسیریبوزا سیتوزین باشد با قند 5 اتمی دزوکسیریبوزا در همینجا بند قرار دارد بندی که در اینجا جایگیر است بندی که بین اساس نیتروگنی و قند 5 اتمی جایگیر شده است این بند نام دارند این بند را میگن بندی ان گلیکوزیدی یعنی بین نیتروگن از اساس نیتروگن اگر ببینید بین نیتروگن و این بند گلیکوزیدی اصلا بند قندها بین قندها میشد یعنی قند این مونوساکارید دزوکسیریبوزا و چی نیتروگن وقتی که بند پیدا میشد بین اساس نیتروگنی ادنین اصلا توسط نیتروگن اون در نیتروگن اون این قند پیوست میشود این رو چی میگن بندی گلیکوزیدی این در اینجا همه بندهای چی است بندهای گلیکوزیدی
و بعد باز داریم بندهای فسفودیفری. بندهای فسفودیفری بین همین قند دزوکسیریبوزا و باقی مانده کیسلات فسفات به عمل میآید. ببینید که در اینجا دزوکسیریبوزا، این باقی مانده کیسلات فسفات و در اینجا بند چی؟ فسفودیفری. برای چی بند فسفودیفری میگن؟ اینجا بند چی؟ فسفودیفری. بند فسفودیفری یعنی این باقی مانده کیسلات فسفات و دو تا دزوکسیریبوز. اصلا دزوکسیریبوز این همچون چی است؟ سپیرت است. یعنی بین باقی مانده کیسلات فسفات در دو سپیرت اگر اصلا کیسلوتا بگیم، باقی مانده کیسلات فسفات همچون کیسلوتا، بندی بین کیسلوتا و سپیرت رو چی میگن؟ بندی فسفودیفری. برای چی؟ دیفر دو تا سپیرت و یک کیسلوتا پیوست چی رسم میکنن؟ بندی فسفودیفری. خلاصه این بندی که ما میبینیم بین باقی مانده کیسلات فسفات و دزوکسیریبوز بندهای چی است؟ بندهای فسفودیفری. و سوال میشه در بعضی حالت که این چیزی که ما میبینیم یک نوکلیوتید است. ترکیب یک نوکلیوتید دارد. ادنین یعنی اساس نیتروژن ادنین دزوکسیریبوز باقی مانده کیسلات فسفات، یا گوانین دزوکسیریبوز باقی مانده کیسلات فسفات. خلاصه این نوکلیوتید است و این یک زنجیری کدین است. یعنی حالا ما میبینیم یک زنجیری کدین. سوال شود اگر در یک زنجیری کدین در یک زنجیر کدین این نوکلیوتیدها بین همدیگر چگونه پیوست میشوند؟ توسط کدام نمود بند فسفودیفری است. در اینجا ببینید پیوست شوی ندارد، در اینجا هم ندارد. پیوست شوی در این منطقه فقط ببینید. این همین با همین پیوست شده است. این نوکلیوتیدی بالا با نوکلیوتید پایین تنها با کدام بند فسفودیفری در اینجا آزاد است و آمده اینجا پیوست میشه. بند فسفودیفری. وقتی سوال شد که در یک نوکلیوتید در یک زنجیر نوکلیوتیدها در یک زنجیر نوکلیوتیدها بین همدیگر کدام بند خط پیوستند؟ بند فسفودیفری. و این قسمت زنجیر کدین که میبینید در اینجا هم چی؟ بندهای ان گلیکوزیدی هم بندهای ان بین اساس نیتروژنی و قند بندهای گلیکوزیدی و در این منطقه باشد بندهای چی؟ بندهای فسفودیفری هستند. در اینجا بندهای فسفودیفری و از هم مهمش این یک زنجیر کدین، اینش یک زنجیر کدین، این یک زنجیر کدین و این منطقه باشد زنجیر دیگر. این یک زنجیر کدین، دو زنجیر کدین دو سپیرال است و این زنجیرهای کدین بین همدیگر توسط کدام نمود بند پیوست میشن؟ گفته سوال شود اگر بند هیدروژنی یعنی بین ادنین و تیمین بند دوچنده هیدروژنی، بین گوانین و سیتوزین بند سه چنده هیدروژنی، بین تیمین و ادنین دوچنده، بین ات تا دوچنده تا بند چی؟ دوچنده. بین گوانین سیتوزین بند چی؟ بند سه چنده. بند سه چنده هیدروژنی و بند هیدروژنی اصلا بین هیدروژن بین هیدروژن و اکسیژن پیدا میشد. بین نهایت بند چی است؟ نواستوار است. بند نواستوار است. هنگامی کمتر تاثیرات مثلا کم شلوار اگر اهمیت داده باشه، باز در بسیار جاها وقتی که دست رو میشه برای دست قوق کردن دست خشکنک یک اپارات مونگی شمال میتیر دست در هم وارد میکنه یا نزدیک میکنه، در حال دست خوش میشه. سبب در اون است که در ترکیب آب اصلا مولکولای آب در بندهای هیدروژنی قرار دارند. بندهای هیدروژنی هم خیلی اکسیژن باشد، این هیدروژن پیوست است از طرف. در اینجا بندهای چیه؟ بندهای هیدروژنی. وقتی که شمال میزنند این بندها کنده میشن، الکی هیدروژن اکسیژن همچون گاز شد بخورش رفتن میگیره و با این رو دست چی میشه؟ دست در حال دست ما خشک میشه. خلاصه این بند هیدروژنی بود. بند هیدروژنی بین اساسهای نیتروژنی بین اساسهای نیتروژنی در دو زنجیر بین یکدیگر توسط بندهای هیدروژنی
نوکلیوتیدها بین یکدیگر نوکلیوتیدها بین یکدیگر در یک زنجیرند در یک زنجیر نوکلیوتیدها بین یکدیگر بند فسفودیفیری اساسهای نیتروژنی با قندها توسط بند ان گلیکوزیدی بعد قند قندها توسط باقی مانده کیسلات فسفات توسط بندهای چی فسفودیفیری پیوست شدند. این بندهای در ترکیب بندهایی بود که در ترکیب مولکولای کردیم و ما گفتیم پرینسیپی کامپلمنتری چی است خودش؟ پرینسیپی کامپلمنتری همین رو میفهمند که همیشه ادنین پیوست میشود با چی؟ با تیمین توسط بند دوچنده هیدروژنی و گوانین باشد پیوست میشود توسط بند سه‌چنده هیدروژن سه‌چنده با سیتوزین. همین رو پرینسیپی کامپلمنتری که پورا کردن همیشه ادنین با تیمین با ادنین گوانین با سیتوزین با گوانین. این پرینسیپ رو پرینسیپی کامپلمنتری میگن. هیچگاه ادنین با سیتوزین یا گوانین پیوست نمیشود بند ندارد. فهمو همیشه پرینسیپ کامپلمنتری میگه ادنین با تیمین گوانین با سیتوزین بین ات بند دوچنده هیدروژنی بین گ و س بند سه‌چنده هیدروژنی. انا این پرینسیپ که ما میبینیم این پرینسیپ چی است؟ پرینسیپ کامپلمنتری و قاعده چرگاف داریم. قاعده چرگاف چی میگه؟ سومه اساسای پورینی اساسای پورینی شون ادنین پلس گوانین سومه جمع اونها سومه اساسای پورینی برابر است با سومه اساسای پریمیدین ادنین گوانین تیمین پلس سیتوزین. ادنین گوانین این اساسای پورینی است. پورینی ببین سومه اساسای پورینی برابر است با سومه اساسای پریمیدینی برابر است. بعد مثال میبریم ادنین پلوسی گوانین تقسیم تیمین پلوسی سیتوزین. باز وقت مثلا میتونید مثال اگر در همین جا ادنین اگر 20% باشد دیگر همه قسمت های اون رو یافتن ممکن است. چگونه؟ ادنین یعنی کامپلمنتر است با چی؟ ادنین با تیمین کامپلمنتر است یعنی ادنین با تیمین همیشه برابر است. اگر ادنین حاضر در اینجا اگر ادنین ها 20% باشد تیمین هم چند فایز است؟ 20 چند شد؟ 40%. در عموم از 100% اگر در عموم در اینجا 100% باشه از 100% ما 40 رو تر کنیم چند بشه؟ 60%. 60 تقسیم 2 میشه چند فایزی؟ 30%. فهمو؟ و اگر ما 20 پلس 30 50 تقسیم برابر چند شد؟ برابر 1. این قاعده چرگاف است. یعنی قاعده چرگاف از روی قاعده چرگاف یافتن اساسهای نیتروژنی یا چند فایزی مقدار اساسهای نیتروژنی. خلاصه قاعده چرگاف میگه سوم اساسهای پورینی و سوم اساسهای پریمیدینی برابر است. اینا در عملیه دیدیم ما برآمدیم و بعضا سوال میکنن از آدمو میگه ادنین گوانین گفتیم تیمین سیتوزین گفتیم اما اساسهای نیتروژنی باز ما اوراتسیل داریم که در ترکیب کایرین. پس اوراتسیل با کدام اساسا داخل میشد؟ پورینی یا پریمیدینی؟ در اینجا دیدن در کن در کایرین با جای تیمین چی میآید؟ اوراتسیل. اگر با جای تیمین اوراتسیل آید پس با کدامش داخل میشه؟ با اساسهای اوراتسیل با اساسهای پریمیدینی داخل میشه. چون که در کایرین تیمین نیست با جای تیمین اوراتسیل آمده است و اوراتسیل با اساسهای پریمیدینی داخل میشه و اساس پورینی و پریمیدینی حساب حلقه ترکیبی اصلا ترکیب شیمیایشون که حلقه پورینی و حلقه پریمیدینی دارن گرفته شده است. حالا ما درباره نمودهای کایرین کیسلات ریبونوکلئینات میشه کایرین اخباری، کایرین ریبوسومایی، کایرین نوکلیوتید. در کایرین اخباری جایگیر شده است کودون و در کایرین نوکلیوتید باشد جایگیر شده است آنتیکودون و مقدار نقطه‌ای که ما گفتیم مونومر کیسلات نوکلئینات این چی میباشد؟ نوکلیوتیدها میباشد. کایرین اخباری از 300 تا 30,000 نوکلیوتید دارد. چی؟
نوکلئوتید از 300 تا 3000 نوکلئوتید دارد که آرن ریبوسومایی باشد از 3 تا 5000 نوکلئوتید دارد از 3 تا 5000 نوکلئوتید که آرن نوکلئوتید باشد 76 85 نوکلئوتید دارد یعنی از همه کم که آرن چی دارد؟ که آرن نوکلئوتید و وظیفه که آرن اخباری کدام وظیفه را اجرا میکنه؟ که آرن اخباری در حجره وظیفه یکمین درجهش این از مولکولای کادئین اخبار رو روی بردار کردن گرفته به چی آورده میرساند؟ به ریبوسوم. یعنی وظیفه که آرن اخباری در اینجا که آرن اخباری کدام وظیفه را اجرا میکنه؟ اخبار برای چه اخبار میگن؟ از کادئین اخبار رو گرفته به ریبوسوم برده میرساند. ببینید اگر همجده وقتی که آرن اخبار رو میگیره در اینجا چی؟ نویسیم اگر آرن اخباری وقتی که آرن اخباری اخبار رو از کادئین میگیرد این جریان رو چی میگن؟ ترانسکریپسیه. یعنی ترانسکریپسیه روی نویس کردن از مولکولای کادئین که آرن اخباری روی بردار کرده میشه یعنی اخبار میگیرد. بعضا گفتن ممکن که ترانسکریپسیه این حاصل شوی که آرن اخباری وقتی که آرن اخباری حاصل میشد این چی میگن؟ ترانسکریپسیه. درجه روی بردار کردن اخبار حاصل میشد. وقتی که آرن اخبار رو به ریبوسوم آورده میرساند این جریان رو چی میگن؟ ترانسلیاسیه. ترانسلیاسیه که ما در بیاستیم دیسرده باز این جریان رو دیده میبریم. و وظیفه که آرن ریبوسوموی یکمش این که در ساختار ریبوسوم اشتراک میکنه. چی؟ ساختار ریبوسوم. اگر شما ارگانوی در ریبوسوم اگر ترکیب ریبوسوم را دونید از دو ماده ساخته شده از سفیده و که آرن ریبوسوموی. که آرن ریبوسوم با سفیده پیوست شده چی را حاصل میکنه؟ ریبوسوم را حاصل میکنه. دویم وظیفه‌اش این است که همین در روند سینتز سفیده در روند سینتز سفیده اخبار رو به ریبوسوم که آرن اخبار میارد به ریبوسوم که آرن اخبار میارد و که آرن نوکلئوتید باشه امینو اکسیدات باید که آرن اخباری و که آرن نوکلئوتید رو با هم دیگر موافقت کند. یعنی کدون رو با آنتی کدون باید موافق کند تا اینکه به سینتز سفیده عملی شود. یعنی نظارت کردن سینتز سفیده و قسمت نو وظیفه رو گفتیم که کدون و آنتی کدون رو با هم دیگر موافق کردن که در موضوع به سینتز سفیده بازی رو دیده میباره. و وظیفه که آرن نوکلئوتید ببینید که آرن نوکلئوتید شکلش به سه برگه مانندی دارد. به سه برگه سی برگه مانند دارد و این در این دو قسمی اساسی را ما فرق میکنیم. قسمت قفا و قسمت پیش ادنین گوانین اوراتیل فرض کردیم. ادنین گوانین اوراتیل انا منطقه که ما میبینیم انا منطقه پیشه. منطقه پیشش جای چی میشه؟ آنتی کدون و در قسمت قفایش باشه در اینجا جای پیوست کردن چی؟ امینو اکسیدات. فکر نمیگر امینو اکسیدات مثلا سرین. یعنی این منطقه جای چی است؟ جای پیوست شوی
bu aminokislota. Bu aminokislota. ببینید اکن کره نقلیاتی و سه‌برگم مانند است. وظیفه یکمین درجه با همون ریبوسوم یعنی با جای اسم زیاده چی رو میکشونند؟ امینوکیسلوتا رو میکشونند و در حجره ما وابسته به اون که مثلا 20 سفیدا از 20 نمود امینوکیسلوتا ساخته میشد، در ترکیب حجره 20 نمودی کره نقلیاتی از همدیگر فرق کرده میشد و ما از کجا فرق میکنیم کره نقلیاتی رو؟ از همین آنتیکودونشون. در همین آنتیکودونش از حساب آنتیکودونش ما شناخته میتونیم که در قسمت قفای اون کدام امینوکیسلوتا جایگیر شده هستند، کدام امینوکیسلوتا، یعنی از حساب همین آنتیکودون معین کرده میشد که کدام امینوکیسلوتا رو میکشند. خلاصه 20 نمودی کره نقلیاتی نمودش دیده میشد که هر یک نمود این یک امینوکیسلوتا رو چی میکنه؟ یک نمود امینوکیسلوتا رو با جای اسم استفاده به ریبوسوم برده میرسونه. ما ادامه میبریم چی رو؟ کد ژنتیکی رو. کد ژنتیکی این پای در پای جایگیر شوی بینه، پای در پای جایگیر شوی نوکلئوتیدها در زنجیر پولینوکلئوتیک کد ژنتیکی نامیده میشد. یعنی کد ژنتیکی پای در پای جایگیر شوی نوکلئوتیدها، این نوکلئوتیدها که نوکلئوتیدها پای در پای جایگیر شوی در نوکلئوتیدها در زنجیر پولینوکلئوتیک، این زنجیری که پر از نوکلئوتیدهای عبارت است پلی، پای در پای جایگیر شوی نوکلئوتیدها رو در زنجیر پولینوکلئوتیک چی میگم؟ کد ژنتیکی مینامم. و این ببینید که این چی است؟ این نوکلئوتید یک نوکلئوتید وقتی که تیمین آورده است قسمت‌های دیگر آن رو اشاره نکرد. تیمین دزوکسیریبوز با قسمت اکسیدات فسفات باز دارد و ببینید سه تا نوکلئوتید یک جاش چی رسل میکنه؟ یک کد رسل میکنه. کد ببینید کدی ژنتیکی از کدی ژنتیکی ببینید نوکلئوتیدها چی رسل کردن؟ سه تا نوکلئوتید اگر پای در پای جایگیر شود چی رسل میکنن؟ کد ژنتیکی. پای در پای سه تا نوکلئوتید یک جاشه چی رسل میکنن؟ کد ژنتیکی رو ببینید اکن یک کد جوابگر است، یعنی جوابگر است با چی؟ با یک امینوکیسلوتا. خلاصه یک کد یک امینوکیسلوتا رو چی میکند؟ کدگیری میکند. یک کد یک امینوکیسلوتا رو کدگیری میکند. مثلا ا یعنی کد ا جوابگر است با چی؟ با امینوکیسلوتای فنیل آلانین. امینوکیسلوت فنیل آلانین. بعد اگر بینید که ما داریم گن پارچه مولکولای کادئین، گن چی بوده است؟ گن پارچه مولکولای کادئین. کد سه نوکلئوتید یک کد میشد و پارچه مولکولای کادئین باشد. پارچه مولکولای کادئین چی میشود؟ گن. و یک گن جوابگر است برای سینتز یک نمود سفیده. یک نمود یک تیپی سفیده. برای هر یک نمود، مثلا برای سفیده آلبومین گن آلوهیده، برای سفیده فیبرین گن آلوهیده، برای سفیده گن آلبومین گن آلوهیده و برای امینوکیسلوتای فنیل آلانین کد آلوهیده، برای امینوکیسلوت گلیسین کد آلوهیده. هر یک کدومش به خودش کدهای آلوهیده دارند. و حالا ما میبینیم که کد ژنتیکی همه این کد ژنتیکی از حساب چی اصل میشود؟ از حساب همین حساب نوکلئوتید آدنین، گوانین، سیتوزین، تیمین. ببینید آدنین، گوانین، سیتوزین، تیمین ما چی داریم؟ 4 تا نوکلئوتید داریم. 4 تا نوکلئوتید و درجه کامبیناسیون اینها کامبیناسیون کردن، یعنی مثلا از حساب کد است آدنین، گوانین، سیتوزین، آدنین، گوانین، سیتوزین شد یک کد.
باز گوانین سیتوزین تیمینه گوانین سیتوزین تیمین شو دیگر کد یکی گوانین ادنین سیتوزین گوانین ادنین سیتوزین شو دیگر کد یعنی درجه کامبیناسیون همین چی می شود؟ کدوس می شود و ما داریم چند تا؟ 4 تا نوکلئوتید داریم 4 تا نوکلئوتید داریم اونها رو چگونه کامبیناسیون کنیم 3 تا 4 در درجه 3 4 در درجه 3 میشه چند 64 یعنی همین امکانیت داره چند تا 64 تا کامبیناسیون حاصل کنن از این برمیاد که سوال شد که ما چند تا کد داریم همگی وجود داره چند تا 64 تا کد 64 تا کد وجود دارد کد که از این 61 تاش کد مضموندار مضمونناک چی معنا دارد کد مضمونناک این کدهایی که اون با چی موافقت میکند با امینوکسیدات یعنی کدی که دایر به آن اخبار درباره یک امینوکسیدات معین داده شده است این دارد و 3 تای دیگر کدهای به مضمون ایرا با عبارت دیگر اینها رو چی میگن ایست کد استاپ کد یعنی که استاپ کد یعنی که ایست کد میگن هنگامی استاپ کد یا ایست کد اومد اگر دیگر چی نمیشود هنگامی اومدن استاپ کد یا ایست کد سینتز صفحه قطع میگردد چون که در بیا سینتز صفحه اگر شما نظارت کنید وقتی استاپ کد اومد کدهایی که اخبار نداره الکی سینتز صفحه چی میگردد قطع میگردد استاپ کد دایر با قطع گردن بیا سینتز صفحه چی میدین خبر میاره یعنی معلومات میاره که الکی اخبار نداره سینتز صفحه باید قطع کرده شود و خاصیت های کد ژنتیکی هم حالا ما در میبریم چی رو خاصیت های کد ژنتیکی خاصیت های کد ژنتیکی یکم خاصیت از کلمه تریپلت نوکی معنی تریپلت نوکی یعنی سگانه است دل خواه کد از 3 تا چی؟ از 3 نوکلئوتید عبارت هستند دل خواه کد ببینید 3 تا نوکلئوتید دارد ببین انا سگانه است همین میفهمید که تریپلت نوکی یعنی مثلا ادنین گوانین سیتوزین شد کد هیچگاه نمیشه در کد 2 نوکلئوتید یا 4 نوکلئوتید شروع کنند تنها 3 نوکلئوتید میتواند چی حاصل کنند یک کد حاصل کنند دوم اونیورسالی معنی اونیورسالی چیست؟ یعنی همین کد آ که در آدم امینوکسیدات فنیل آلانین رو کدگیری میکند امینوکسیدات فنیل آلانین رو کدگیری میکند انا همین کد اونیورسالی است در دل خواه موجود زنده خواه رستنی خواه حیوان خواه زنبور خواه باکتری خواه آدم در دل خواه اون کد امینوکسیدات چی رو فنیل آلانین رو کدگیری میکنند همه موجود زنده با خودش کد دارد و این کد ها گفتیم چی هستن عمومی ان اونیورسالی ان مثلا این امینوکسیدات چی رو فنیل آلانین رو کدگیری میکنند بعد داریم کلمه سیوم برزیودی چی رو میفهموند و در ما دیده میشه چند تا کد یعنی ما داریم 64 تا کد 64 تا کد داریم اما امینوکسیدات باشد داریم چند تا 20 تا امینوکسیدات و از این برمیاد که مقدار کد نسبت به امینوکسیدات زیادتر است یعنی برزیاد است از این رو میتواند که یک امینوکسیدات را یک چند کد کدگیری کنند مثلا امینوکسیدات فنیل آلانین این چنین AAG امینوکسیدات چی رو فنیل آلانین رو کدگیری میکنند ببینید که الان معنی برزیادی رو میفهماند مقدار کد نسبت به امینوکسیدات زیاد است از این رو میتواند که با یک امینوکسیدات یک چند کد چیکار کند
موافقت کنه، موافقت کنه. چهارم ما داریم یک کم مضمون، کلمه یک کم مضمون. کد یک کم مضمون، یک کم مضمون چی معنا دارد کلمه یک کم مضمون؟ یعنی یک کد تنها با یک امینکسات موافقت میکند. یک کد تنها با یک امینکسات. ببینید امینکسات کد AAA تنها با امینکسات فنیل آلانین موافقت میکنند که AAG تنها با امینکسات فنیل آلانین. یعنی یک کد تنها با یک امینکسات موافقت میکند. وقتی که یک کد یک دویل با یک امینکسات اگر اخبار داشته باشد این رو میگن یک کم مضمون، یک مضمون دارد. اما وقتی که با یک امینکسات یک چند کد موافقت میکند این خاصیتش میشه خاصیتی برزیادی. و پنجم خاصیتش روی پوش نشونده. روی پوش نشونده. روی پوش نشونده چی معنا دارد روی پوش نشونده؟ ببینید که AAG CTA مثلا AAG یک کد شد، CTA یک کد شد. AAG یک کد شد، CTA یک کد شد و هیچگاه نمیتواند مثلا یک نوکلئوتید با ترکیب دو کد وارد شد. مثلا این گونه بودنش ناممکن است. GCT مثلا ببینید که GCT شده نمیتواند. AAG شد اگر تمام هیچگاه همین G با ترکیب کد دوم وارد شده نمیتواند. از این روی پوش نکننده میگن. خاصیتی روی پوش نکنندگی. این بود خاصیت های کد ژنتیکی و دایر با کد ژنتیکی. و قسمت باقی مانده موضوع ما این چی است؟ چی رو اشاره کردیم در اینجا؟ ردوپلیکاسیا، رپلیکاسیا. چک رپلیکاسیا یعنی رپلیکاسیا این دو چندشای مولکولای کدن در وقت رپلیکاسیا چی اشتراک میکنن؟ فرمنت. در اینجا فرمنتی کدن پلیمرازه. با تاثیر فرمنت کدن پلیمرازه زنجیر کدن گشوده میشود. زنجیر کدن میبینید گشوده شد. این زنجیر کدن بود، زنجیر کدن گشوده شد با تاثیر فرمنت کدن پلیمرازه و در نتیجه این در داخل یادرو با عمل بیاد این جریان در داخل یادرو نوکلئوتید آزاد قرار دارد. از حساب این یک موافق قاعده کامپلمنتری پرینسیپ کامپلمنتری یک زنجیر قسمت دیگری زنجیر رو چی میکند؟ حاصل میکند. یعنی اگر ت باشد تیمین باشد مقابل از چی میگیرد؟ ادنین. س باشد گوانین، A باشد تیمین، G باشد سیتوزین، تیمین باشد ادنین، سیتوزین باشد گوانین. ببین که زنجیر دیگر رو چیکار کرد؟ حاصل کرده. زنجیر دیگر رو حاصل کرد. و یک زنجیر کدن حاصل شد و در این زنجیر دیگر A باشد چی میگوید؟ مقابل تیمین، گوانین باشد سیتوزین، ادنین، سیتوزین باشد گوانین، ادنین باشد تیمین، گوانین باشد سیتوزین و زنجیر دیگر هم چی شد؟ حاصل شد. موافق قاعده چی؟ موافق قاعده کامپلمنتری. و در نتیجه ببینید از یک زنجیر اولای کدن حاصل شد دو زنجیری نو و یکی از این زنجیرها زنجیر مادری کهنه و دو تا زنجیر چی نو پیدا شد و آنها با هم دیگر پیچتاب پیوست شدن و زنجیر چی نو. از یک زنجیر خلاصا دو زنجیر کدن حاصل شد که این جریان رپلیکاسیا یا ردوپلیکاسیا میگن که اصلا این خاصی مولکولای کدن میباشد. خاصی مولکولای کدن با تاثیر فرمنتی کدن پلیمرازه با عمل میاد و در نتیجه اینجا باز چیز دیگر رو ما ببینیم. اصلا جریان ترانسکریپسیا ما گفتیم حاصل شوی کایرین اخباری. خلاصه همه این نمودی کایرین های اخباری ریبوسوم نقلاتی همه نمودی کایرین ها از چی هست میشه؟ از زنجیر کدن. از زنجیر کدن چگونه؟ ببینید اگر از یک زنجیر مولکولای کدن اگر از یک زنجیر مولکولای کدن چی حاصل شود؟ کایرین حاصل شود. در اینجا اگر ادنین باشد مقابلش را چی میگیرد؟
در مقابلش سیتوزین ها ادنین باشد سیتوزین تیمین باشد چی میگیرد؟ ادنین سیتوزین باشد میگیرد چی؟ گوانین ادنین باشد ببینید ما تیمین گرفتن را حقوق نداریم زیرا که در ترکیب مولکولای کایرین چی وجود ندارد تیمین وجود ندارد این کایرین اخباری هستش شده است که از این ما چی میگیریم؟ اوراتسیل گوانین باشد چی؟ سیتوزین خلاصه ببینید که چی حاصل شد حالا یک زنجیری کایرینی اخباری خلاصه زنجیر مولکولای کایرین اخباری و این جریان رو ببین از مولکولای کایرین اخباری حاصل می شود این جریان رو چی میگن؟ ترانسکریپسیون همین است ترانسکریپسیون و در جریان ترانسکریپسیون در جریان ردوپلیکاسیون یا رپلیکاسیون کدن پلیمراز اشتراک میکنند فرمنت و در جای ترانسکریپسیون فرمنتی کایرین پلیمراز اشتراک میکنند پلیمراز اشتراک میکنند فرقتی مولکولای کدن را از کایرین دیده میبریم یکم از روی ساخت ببینید که کدن میشه چی؟ یعنی دو سپیرالا مولکول دو سپیرالا یعنی دو زنجیره نش باشد یک سپیرالا و اینجا کلمه چی داریم؟ استثناء دقت کنید که یعنی استثناء چی میگه؟ در بعضی ویروس ها میتواند کایرین چند سپیرالا باشد؟ دو سپیرالا یعنی در بعضی ویروس ها تنها در بعضی ویروس ها ما میتوانیم کایرین چند سپیرالا ببینیم دو سپیرالا دو زنجیره رو ببینیم و خند ترکیبی کدن این دزوکسیریبوز است دزوکسیریبوزا از کایرین باشد ریبوزا و اساسای نیتروگنی ما داریم در کدن ادنین گوانین سیتوزین تیمین در کایرین ادنین گوانین سیتوزین اوراتسیل و سوال میشه اساسای نیتروگنی عمومی که هم برای کدن هم برای کایرین خاص است عمومی کدام هست ادنین گوانین سیتوزین ادنین گوانین سیتوزین هم برای کدن هم برای کایرین عمومی است و اساسای نیتروگنی که کدن از کایرین فرق میکنه این تیمین و اوراتسیل میباشند تیمین و اوراتسیل میباشند و دیگر نمودهای کدن یک نمود بشه کدن ماتریتسوی یعنی قلبی و مادری کایرین باشد میشه سه نموده کایرین اخباری کایرین ریباسوموی کایرین نقلیاتی یعنی چند نمود میشود؟ سه نمود میشد کدن باشد یک نمود وظیفه کدن نگهداری اخبار ارسی مثلا کایرین وابسته به نمودش مثلا کایرین اخباری انتقال اخبار گذراندن اخبار یعنی اخبار از مولکولای کدن به ریبوسوم میکشاند یکم دویمش کایرین نقلیاتی کشانیدن امینوکیسلات از سیتوپلازم به ریبوسوم سومش کایرین ریبوسوموی که سینتز ریبوسوم را در حوزه ریبوسوم اشتراک میگیرد این جریان سینتز سردارش میکنه نظارت میکنه یعنی سینتزی ریبوسوم نظارتی
بیوسینتزی سفیده. بیوسینتز سفیده. خود حاصلشوی رپلیکاسیا. رپلیکاسیا اصلا در چی؟ مولکولای کدین دیده میشه. در رپلیکاسیا. یعنی ببینید در جای رپلیکاسیا از یک مولکول کدین دو مولکول کدین حاصل می شود که با تاثیر فرمنت چی؟ کدین پلیمراز. در کایرین رپلیکاسیا دیده نمی شود. دیده نمی شود. باز کلمه چی داریم ما در اینجا؟ استثنا. استثنا یعنی استثنا میگه باز در بعض این ویروس هایی که دو سپیرالن قابلیت دارد که این جرایم با عمل باید جایگیر شوی کدین در کجا دیده میشه؟ در یادرو دوم پلاستیدا سوم میتوکندریا از کایرین باشه در کجا؟ دقتی در یادرو هم کدین هم در یادرو کایرین هم در یادرو دیده میتوانید در یادرو بعد ببینید پلاستیدا میتوکندریا در پلاستیدا و میتوکندریا ما کدین دیده میتونیم اما کایرین دیده نمیتونیم. باز در ریبوسوم ما کایرین دیده میتونیم کدین دیده نمیتونیم. این چونین سیتوپلازما در سیتوپلازما باز یادرو چه؟ در ریبوسوم سیتوپلازما یادرو چه کایرین دیده میشه در پلاستیدا و میتوکندریا کدین. اما در یادرو هم کدین و هم کایرین رو خوردن ممکن. مقدار نوکلیوتید از کدین در ترکیب کدین از دو سر تا 2 ضرب 10 درجهش 8 نوکلیوتید 2 ضرب 10 درجه 8 نوکلیوتید و کایرین ها باشد. مثلا کایرینی اخباری از 300 گفتیم تا چند؟ تا 30,000 نوکلیوتید. کایرینی ریبوسوموی از 3,000 تا 5,000. کایرینی نوکلیوتید باشد کایرین نوکلیوتید 76 85 نوکلیوتید دارد. این چنین از روی زنجیر مولکولای کدین دراز است، استوار است. زنجیر مولکولای کایرین کوتاه است و استواریش کمتر میشود. این فرقیت های مولکولای کدین و کایرین بودند. روی موضوع ما یک بار موقع جایگیر شوی این مولکولای گین نوکلیوتید رو یک بار دیده برایم. ببینید که ما میگیم گین نوکلیوتید اساسای پرینی پریمیدینی. یک بار ما این رو با پراگی یک بار از نظر گذاریم. یکم چی؟ ارگانیزم. وقتی که داخل ارگانیزم رو ببینید در داخل ارگانیزم چی است؟ عضوها. در داخل عضوها یعنی عضوها ساخته شدن از چی؟ از بافته ها. بافته ها باشد در نوبت خود از چی؟ از حجیره ها. یعنی ارگانیزم عضو بافته حجیره ما برای جستجوی چی؟ همین کیسلات نوکلئینات و نوکلیوت ها شروع کردیم. ارگانیزم عضو بافته حجیره بعد در داخل حجیره چی؟ جیل سایتوپلازم یادرو. در داخل چی است اصلا کیسلات نوکلئینات؟ در داخل یادرو. اصلا در داخل یادرو کدین نکردیم. در داخل یادرو را شما میبینید چی جایش است؟ خروموسوم. مثلا در آدم 46 تا خروموسوم 23 جفت خروموسوم. وقتی که شما داخل خروموسوم را نگاه میکنید بعد چی رو میبینید؟ کیسلات های نوکلئینات. ما علاقه کیسلات های نوکلئینات رو چی دریافت کردیم و
بعد داخل کسلات نوکلئینر و چه کسلات نوکلئینر قسمای قسم پارچه‌های پارچه مولکولای کادین را مثلا کادین پارچه مولکولای کادین رو چی میگن گن. واقعا ما چی رو داریم گن و از گن خورتر چی رو میبینیم کدها سه نوکلئوتید یک جاش چی رو میکنه کد رو کو و داخل کد ببینید چی داره نوکلئوتید و داخل نوکلئوتید ببینید چی جایی که هست نوکلئوزید و داخل نوکلئوزید ببینید اساس‌های خب برای ما قند مهم نیست انا اساس‌های نیتروژنی قند دزاکسیریبوز یا ریبوز و اصلا اساس‌های چی نیتروژنی اساس‌های نیتروژنی که بعد دو گروه جدا شدن چی پورینی و پریمیدینی و در اینجا ما چی رو دیدیم پورینی ادنین گوانین تیمین سیتوزین اوراتسیل انا علاقه ادنین ببینید که چقدر ما سیاحت کلان کردیم خیلی ما ارگانیسم رو میبینیم عضو رو میبینیم علاقه بافته ها قسمت میبینیم بچه‌شم حجره علاقه بچه‌شم دیدن ناممکن بعضن حجره رو اگر نمیدونم قسمت زیاد حجره رو با چشم دیدن نمیتونم یادرو رو عموما دیدن نمیتونم در داخل یادرو خروموسوم با چشم دیدن نمیشه که بعد از خروموسوم با خورچی کسلات نوکلئینر داخلی بوده گن داخلی گن در کد در داخل کد نوکلئوتیدها نوکلئوزید و اساسای نیتروژنی و چقدر ما در کدام ساختار حجره در کدام ساختار ارگانیسم ما امروز سخن راندیم و علاقه ما تا کجا رو آمدیم تا اساسای نیتروژن ادنین گوانین تیمین سیتوزین و اوراتسیل علاقه قسمتی باقی مانده آن رو این ترکیبی با اساسای نیتروژنی رو شما از کورس شیمیا دیده میبارید خلاصه از معلمان شیمیا میپرسید و ترکیب این رو باز چی پراتر دیده میبارید. تشکر با دقتتون.